هموطنان گرامی به این تصویر نگاه کنین. ما این تصویر از روی ویدیو گرفتیم و ویدیو رو براتون نشر میکنم. بعد می تصویر شما پیش خودتان قضاوت کنین. حضرت حافظ میگه مشکل دارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. این تیمنی است، خانه امرالله صالح. از سر کوچه که داخل میشی آخر کوچه دست چپم را داره، دست راستم را داره. هر یک کوچه در حدود 80-85 منزل وجود داره. عرصه کوچه در دانش کمربند است، پوست است. نه از میسه طرف داخل منطقه شده نمیتونی. اینمی خانواده ها در حدود 250 خانواده حق ارتباط داشتن با بیرون اینمی سه کوچه را ندارن. عروسی، میمونی، فاتیا، مرده، جنازه، هیچ چیزی اینا نمیتونن که داشته باشن. اطفالشان در کوچه برآمدن نمیتونن. ببینید پشه پر نمیزنه. اگر زن و مردشان هم صبح طرف کار یا طرف غریبی میرن، بادیگاردای ساله اونا رو مانند زندانیا صف بسته میکنن. 7:30 صبح میکشن در سر سرک، باز رخصتشان میکنه میگه برین. اگر کسی روی کدام یک ضرورت خاص قوم خیشای از اینا به این خانواده ها در تماس شوه، باید صاحب خانه در کمربند دان کوچه بره، ورقه امضا کنه، شست کنه، تذکره فتوکپی کنه، بده بزو نفر بودیگارد میاره در پشت خانه تسلیمش میکنه. هیچ کدام اینا حق موتر داشتن ندارن. اکثریتشان موترهای خود فروختن. یک تعدادشان خانه ها را اعلا کردن، دروازه ها قلف زدگی است. به ویدیو نگاه کنین، حالا ببینین اثر کوچه پدر و بچه مانند کارتونی تام اند جری قدم زده میاین و تمام خانه ها خالی است. سالی جان، چرا مردم فریبی، دروغگویی در چشم مردم خاک زدن؟ تو که ادعای مبارزه با فساد میکنی، تو که ادعای مبارزه با زورگویی و قلداری و لندغری میکنی، تا چی وقت این خانواده ها در زندان شخصی تو به سر ببرن؟ چی وقت تو رحم انسانیت در دلت پیدا میشه و این مردم اجازه میدی که با زندگی عادی خود بر بگردن؟ ببینین نمی خانه را، اینمی قلف است، مردمش فرار کرده رفته. تا کی